سلام دوستان، تو این ویدیو میخوام روش هایی که میتونیم باشون چندین فایل رو به صورت همزمان بذاریم برای دانلود رو به شما آموزش بدم. بذارید قبل اینکه بریم اینترو رو ببینیم بگم که این روش ها کجا به کارمون میان. به عنوان مثال میخوایم ویندوز 11 رو دانلود کنیم. همونطوری که میبینین از چندین پارت تشکیل شده. یا میخوایم یک فصل از یک سریال رو دانلودش کنیم که از تعداد بسیار زیادی قسمت تشکیل شده، یا تعداد بسیار زیادی لینک رو یکی از دوستامون برامون فرستاده و میخوایم تمامی اونها رو دانلودش کنیم. اگر بخوایم یکی یکی بذاریم برای دانلود احتمالاً زمان زیادی از ما میگیره. تو این ویدیو میخوام آموزش بدم که چطوری تمامی این پارت ها یا لینک هایی که برامون فرستادن رو تو چند ثانیه بذاریم برای دانلود. پس اگر میخواین این رو یاد بگیرین با ادامه آموزش با من همراه باشین. سلام دوستان، من حسین هستم و اینجا هم کانال من یعنی پاندا تک هستش. لطفا کانال من رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایکش کنین و نظر، پیشنهاد و انتقادی اگر داشتین توی کامنت ها بنویسین. خب همونطوری که گفتم امروز میخوام به شما 3 روشی که میتونین فایل ها رو به صورت گروهی بذارین برای دانلود رو آموزش بدم. روش اول، فرض کنیم ما میخوایم ویندوز 11 رو دانلود کنیم. اگر بیایم پایین میتونین مشاهده کنین که هر کدوم از ورژن های این ویندوز داره چندین پارت مختلف هستن. برای اینکه ما بتونیم تمامی این پارت های مختلف رو به یک باره بذاریم برای دانلود، یکی از این لینک ها کلیک میکنیم و وقتی پنجره شروع دانلود به ما نمایش داده شد، آدرس URL که این بالا نوشته شده رو میایم کپی میکنیم و بعدش پنجره شروع دانلود رو میبندیم. حالا میایم توی IDM و یک گزینه توی این نرم افزار وجود داره به اسم اضافه نمودن دانلود گروهی. ما این گزینه رو انتخاب میکنیم. همچین پنجره به ما نمایش داده میشه. تو قسمت اول که آدرس نوشته، آدرس URL که اونجا کپی کردیم رو تو این قسمت واردش میکنیم. همونطوری هم که مشاهده کردین از 4 پارت مختلف تشکیل شده. تو این قسمت میبینیم که نوشته پارت 1 و همونطوری هم که مشاهده کردیم میدونیم که این ویندوز از 4 تا پارت مختلف تشکیل شده. اینجا که نوشته 1 حذفش میکنیم و به جاش علامت ستاره قرار میدیم و بعدش میایم پایین. تو قسمت اول مشخص میکنیم که از چه عددی شروع میشه. چون نوشته بود پارت 1 پس مطمئنه از عدد 1 شروع میشه و اینجا می نویسیم 1 و تو بخش بعدی مشخص میکنیم که عددمون کجا تمام بشه. 4 تا پارت وجود داشت پس می نویسیم 4 و اینجا هم تغییرش میدیم، می نویسیم 1. فقط به یک نکته دقت کنید. بعض وقتها به جای اینکه بنویسه 1 2 3 4 می نویسه ABCD. وقتی که حروف انگلیسی قرار داده شد شما باید بیاین اینجا و گزینه حروف رو انتخاب کنین و تو این 2 قسمت حروف اول و آخرش رو مشخص کنین. از اونجایی که به ما عدد نمایش داده شد پس میایم توی همین گزینه اول و اعداد رو انتخاب میکنیم و بعد از اینکه این گزینه ها رو پر کردیم روی تایید میزنیم. این پنجره به ما نمایش داده میشه. تو این پنجره همونطوری که مشاهده میکنیم میتونیم تمامی پارت های ویندوز 11 رو تو اینجا مشاهده کنیم و بعد از اینکه هر پارتی که میخواستیم رو انتخاب کردیم میایم روی گزینه تایید میزنیم تا لینک های دانلود برای ما ساخته بشن و حالا هر کدومش رو که خواستیم میتونیم انتخابش کنیم و اون رو دانلود کنیم. به همین طریق هر نرم افزار، سریال یا هر چیز دیگه ای رو که پارت بندی یا قسمت بندی شده رو دانلود کنیم.
روش دوم، فرض کنید دوستتون تعداد بسیار زیادی لینک برای شما فرستاده و شما میخواین تمامی این لینک ها رو بذارین برای دانلود. برای اینکه تمامی این لینک ها رو به یک باره بذارین برای دانلود، فقط کافیه که تمامی این لینک ها رو کپی کنین و بعدش برین توی اینترنت دانلود منیجر و از اولین منو گزینه سوم، یعنی اضافه کردن لیست لینک از حافظه ویندوز رو انتخاب کنیم. بعد از اینکه روی این گزینه بزنیم، همچین پنجره به ما نمایش داده میشه و حالا تمامی لینک هایی که کپی کردیم رو میتونیم توی این قسمت مشاهده کنیم و فقط کافیه برای دانلود کردنشون انتخابشون کنیم. من اینجا میخوام همشون رو بذارم برای دانلود، به خاطر همین علامت گذاری همه رو انتخاب میکنم. تمامی این لینک ها انتخاب شدن و حالا فقط کافیه که تایید رو بزنم و همونطوری که مشاهده میکنین تمامی لینک هایی که کپی کردیم به این طریق میتونیم دانلودش کنیم. روش سوم برای اینکه فایل ها رو به صورت گروهی بذاریم برای دانلود اینه که بیایم تو سایتی که میخوایم دانلود کنیم. به عنوان مثال من میام تو این سایت و میخوام تمامی قسمت های فصل جدید این سریال رو به یک باره بذارم برای دانلود. برای این کار کافیه که اول تمامی قسمت ها رو انتخاب کنم و بعدش کافیه که روی این گزینه بزنم. پنجره جدیدی برای ما باز میشه و از این پنجره کافیه که چیزهایی که میخوام دانلود کنم رو انتخاب کنم و بعدش تایید رو بزنم. همونطوری که میبینین این قسمت ها هم به نرم افزار IDM ما اضافه شد و میتونیم اینها رو هم دانلودشون کنیم. خب این بود روش های دانلود گروهی فایل ها تو نرم افزار اینترنت دانلود منیجر. تو قسمت بعدی میخوام آموزش بدم که چطوری کل یک سایت رو به یک باره دانلودش کنیم. پس اگر علاقه‌مند هستین که اون رو هم یاد بگیرین، لطفاً کانال من رو سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایکش کنین و اگر نظر و پیشنهادی داشتین توی کامنت ها برای من بنویسین. تا ویدیوی بعدی، فعلا خداحافظ.